مراسم ویدا با رحمت الله ظاهرов حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با حضور اندک همصفان، دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر امروز 18 می 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خشتبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من چند وقت باز ندیده بودم. در گذشت رحمت الله ظاهرов واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. محیدین کبیری، رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهرov همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند. نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلالیت دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخر کار تحت فشارهای زیاد، تحت این همه در نتیجه این همه نیرنگ ها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت حزبی او عملی شدن، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچون یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد. رحمت الله ظاهرov یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیون تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیات را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا داد و با فعالیت سیاسی پرداخت. اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه می 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهرov چندان روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهرov و همراهان او، هم عقیده های او، هم حزبان او و هم کسبان او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند. رحمت الله ظاهرov را از کسانی می‌دانند که برای نهادینه کردن ارزش‌های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. میشود گفت که همچون یک زیایی با سیاست وارد شدن، یک زیایی که می‌خواستند اثبات کنند، نشان بدهند که سیاست اونطوری که تعریفی زیاد شده است، یعنی کار افلاس نیست و برای همین خیلی آدمی راست و روشاد بودن. مثلا اگر در ذهن بعضی ها مثلا سیاست این باشد که یک سیاستمدار آدمی مکار و بازینگر، این چیز رحمت الله حمیدویچ این چیزا نداشتن. از این نقطه نظر می شود گفت که اگر سیاست همین گونه تعریف میکنن و قبول میکنن، ظاهرov سیاستمدار نبود، ولی یک زیایی، یک آدمی زیایی که واقعا هم توانست اندیشه های را، یک پرینسیپ های را در جامعه معرفی کند، نهادی نکند. حتی از نظر هماندیشان ظاهرov او در سالهای 90 با تأسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلام یا حزب دیگری که اشتراکی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگرها نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. باعث تأسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله ظاهرov موردی لحتکوب قرار گرفت، می توانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکتریش نیز حمایت کند
ولی همچنین نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خواست مشغول شود. خیلی کارها را انجام داد، قالب شکنی کرد، رابطه را با سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی خارجی وطنی تامین کرد، آشکار بود، دسترس بود. اما باعث تأسف است که اخیراً مریض شد و در نتیجه این مریضی ها که عامل‌های بسیار سوبیکتیوی و ابجکتیوی و واقعیت‌های تاجیکستان را دارد امروز وفات کرد. زایرف در بهار سال 2023 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت‌های تاثیرگذار را به حزبش جلب کرد. رسانه‌ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت طرح‌ریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می‌آمد ربط دادند. تلاش‌های فراوانی او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود می‌خواست نامزد مقام رئیس جمهور شود، اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق عین حال بابا نظر را موافقت کرد. برخی چهره‌های مخالف او را کسی می‌دانند که معتقد بود سرانجام به هدف می‌رسد. نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افراطی به جوانهایی که در این راه بودند نیرو میبخشید و میبخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی در تاجیکستان به این هدفهایشان میرسند. نزدیکان زایرف میگویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه‌های رسمی و عنعنوی را در نظر نمیگرفت. با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم. همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیتی بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه، نسبت به عامل های تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و دیگر عامل های پیشرفت جامعه. و رسمیت ها اونقدر اعتبار نمیداد. یک درجه مستقل بود. من راستی گپ با فعالیت سیاسیش اونقدر از فعالیت سیاسیش واقف نبودم. یک دو بار نصیحت کردم. گفتم که با رفت جامعه اندک توجه کن. خیلی نمی شود که رادیکالیزم باشد، یک به طریق همین رادیکالی جامعه را دیگر کردن این چیزا ممکن نیست. گفتم که گوش نمی کرد. خیلی شخص دانشمند بود. خیلی در همون علمم میخواست یک فکر خودش، عقیده خودش، رویه خودش رو داشته باشد. زایرف زاده دهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوی اوکراین را ختم کرده 2 سال استاد این درگاه بود. سالهای 1986-93 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کاری وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسان دانسته می شد که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده بود. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد و برای رسانه‌ها دستنارس باقی ماند. رحمت الله زایرف در برابر حکومت
موضع‌گیری های بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. مثال عادی من همه 2013 تا 2018 رو 12 بار 4 بار اگر با ofisi ما هجوم کرده باشند 8 بار با من هجوم کرده باشند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد، اما هیچگاه نتوانست رسما 105% را گذرد یا در حوزه های یک مانداتی پیروز شود. رحمت الله ظاهرов مقامات تاجیکستان را همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم کرد. نماز جنازه او در مسجد محله نزدیک به خانه‌اش خوانده شد و او را در آرامگاه سراسیای دوشنبه به خاک سپردند.